Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیز ما. امروز ما آمدیم به دهه آهلیک عزیز خود برای تبریک کردن گلسره خاله که جشن زادروز دارند. از نام فرزندان، از نام جگربندانشان، البته از نام طالبک که در مسافرت هستند، نبره های شیرین میخواهند امروز آن جان عزیز خود را تبریک گویند و آن لحظه های خرسندی را هم راهش میان به هم بینیم. تیار باشید، اگر ما آغاز میکنیم. رفتیم. tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda onam. Bu mening onam, ishtonsa bilmagan begorim bo'lishim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. مهمانان عزیز، مهمانان عالی قدر، پدران، مادران مهربان، و نه امروز در آمد سال نو قرار داریم و البته در این خاندان پرفیض، در این خاندان پرشکوه امروز مادر عزیزی خاندان جشن زادروز دارند. به ملال باشیم اگر برای گلسره خاله یک قرصک میزنیم پیش ما تکلیف میکنیم. مرحبا. شما هم روید یک کلام؟ خیلی شما بهت یا شما مرحبا. شرایطی شما هم روید؟ چرا؟ البته دختران مرحبا، یادشان با قوت دلی شده نزدیکتر هستیم. گلسره خاله زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگوییم. یک تا یاد بیت کنی انامی کی آمدگی ما؟ طالب جون. البته تا قرصک زنیم. دلی مادر هر بار پاره میشده است که آن فرزند در مسافرت باشد. در هر یک روز خرسندی که همه میخواهد مادر، همه فرزندها در سر دسترخوان یک جایه باشند. امروز طالبک که در مسافرت هستند گفتند که جای من را رفته معلوم نکرده، مادر عزیز بی جان من انوی من تبریک کنید. ما 7 فرزند رو با وای رساندن با مهر و محبت بی اندازه شان. البته که مادر خودش یک انسانی بزرگ بوده است، دوست می‌داریم. من که در مسافرت میگردم هر بار اشک میریزم و البته آن ویدیوها رو که تو میمونی میبینم و چهره مادرم به خاطرم میبیاید. مادرم همیشه صحتمند باشند، هیچ وقت درد و غم را نبینند، همیشه در سر ما سایبان باشند و دعاگوی سر ما فرزندان باشند. مادر من البته 4 پسر و 3 دختر را چنان با وی رساندند که هر یکی ما با همدیگر مهر و عاقبت داریم، اتفاق هستیم. از آن لحاظ که مادر ما را شیری پاک دادن و همیشه برای راستی ما را خواندند. مادر جان عزیز زادروزتان مبارک باشد. این گفتنی های طالبک برای شما. مادر من بهشت من، خاندان ما را آفتابش، فرشته خاندان من، دعاگوی فرزندان ما، همه نبیره ها را از جان دوستتر می داشته انسان. و البته برای مادرم رسانید که من در مسافرت هستم، گوید که هیچ وقت اشک نریزند، هیچ وقت گریه نکنند و این شعر من از نام من برای مادر جان عزیزم. مادرم اشک مریز، جانم و قربانی تو است، جانی من قربانی آن دستان لرزانی تو است. مادرم میروم سوی غریبی، مادرم غمگین مشو، در غریبی یادی من دایم به فرمانی تو است. تو اگر دو ریزی چشم مادر به دیر نزدیکتری، چون که مادر این دلی من روی دستانی تو است. من غریبم مادری جان، من غریبم مادری جان، دورم از آغوش تو، این دلی من تشنه آن مهر و آغوش تو است. وقتی خود را آدمان در مال و پول بینند اگر، مادری من وقتی من یک کنج دامانی تو است. میروم سوی تو باز، مادر تو پزمان مشو، اشک شادی خواهی ریخت آن روز پزمانی تو است.
مادرم مادرم بخشا مرا که این شعری من انجام یافت عشق تو انجام مباد مادر فرزندی تو است. امروز گلشره خاله این سخنها را از نام طالبکه برای شما میرسانیم. من یاد کردم گفتن حاضر در سرحد بودین چگره بودین یاد کردم مادرم که همین زمستان شادگر پیش سال نو پیش کباب دادیم پدرم می نشستن یانشان با مادرم ما 7 فرزند از 7 طرف نمین استال می گذاشتیم و جشن می گفتیم زادروزی مادرم بیرون برف می بارید آن لحظه های بسیار هم زیبا آن طعام های با لذتی مادرم آن نان هایی که تنور با می پختن بویش را یاد کردم. خدا خواهد اگر روم اگر آغوش میکنم از این هم زیادهش به مادر من میارزند. جشن زادروزشان مبارک تا دنیا باشن و همین حضور و حلاوت ما فرزندان نبیره ها کلین و ابیره ها را دیده گردن هیچ وقت درد و غم را نبینن. یاد کردگم البته رسانید گفتن خودشان گلی ثبتی خاندان ما هیچ وقت پژمرده نگردن همیشه شکوفان شده گردن گلهای بهاری کوهستان برین همیشه شکوفان شوند. گفتن برای شما گل دسته های زیبا تیار کردیم در قرصک میزنیم دسته گل های میسپاریم. مرحبا. نادرش مبارک. سری خوشحالا جانان ما میمونیم و میکشو این پرتریت این پرتریتی زیبا و خاطرمان از نام تمام نبیره ها فرزندان برای شما پیش که خانداناتون با آوازان شود و هر بار دیدن همین فرزند و نبیره ها رو دعا گوید. این انعنه ما که رسم چپه نمایان می شود. زادروز مبارک. Boşak canımga madarim yalqizlik olani bahorim bu mening onam bu mening onam البته گلشاره خاله بعضی فرزندان تاکید کردند که بعد از درگذشتن پدرمان هم جای پدری هم جای مادری ما را یگانه انسان اجرا کردند. هر یکی ما را صاحب بخت صاحب آینه کردند. دوست می‌داریم. برای مادرم رسانید با دو چشمی خیره بین نوری کوهستان مادرم شعله از آتشی آتش پرستان مادرم موج موی‌های سفید از سفیدی دل است با همه پژمردگی سامانی بستان مادرم. مادر عزیز زادروزتان مبارک. حاضر مرا برای شما در اینجا شیرینی تارت زیبا را تیار کردیم یک جای آن را میبریم تناول میکنیم. زادروزتان مبارک. مرحبا. مبارک باشد.
نادروز مبارک از نام فرزندان یک تا خوشرکت تبریک میکنن. مرحبا. السلام علیکم همدیاران عزیز، خوش آمده به درگاه ما. امروز مادر عزیزم، مادر جان جان من، روز درجهشون که تبریک میکنم. صد بدر بی جان، سرکای ما بس ها سلامت کرده، هیچ گیجتون در نکنه بی جان. انمی طالبکم حاضر تلفن کردن که انمی من با تبریک کردم، اون گفتن اکم تبریک کردن. صد بدر سرکای ما بس ها سلامت کرده. اکا جان ساخ سلامت کرده، رهی دور بسته ساخ سلامت کرده، رحمت کلون خوش آمده به درگاهی ما. رحمان سلامت باشن. نبیره ها تبریک کنیم. مرحبا. السلام ای دوستان، خوش آمدید. همچون گل بر بستان خوش آمدید. مرحبا گویم ما بر شما، مرحبا بر خانه ما خوش آمدید. السلام علیکم مهمانان عزیز. من از نام خودم و از نام اهل عائله‌مان آنا جانم را تبریک میکنم. با آنا جانم صحت سلامتی عمر دراز رزق فراز تمنا دارم. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمده. نوری دیده تاج سر آنا جان تبریک میکنم. سلامی گرمی جوشان بر شما ای دوستان، از تحت قلب مایان السلام علیکم. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید. میگم بر خانه آنمان آنا تبریک میکنم. صد بدره. السلام علیکم. صد بدره آنا. چی نیتتون باشه نیتتون برسه. رحمان سلامت باشن. از مهمانان یک تا دوستان های تبریکاتی را شنویم. خدا خاله پیش که خاندان ما اجتماع نبیره که لینک کردیم من خاندانی فرزم و مهمان شدیم. خدا خاله یک تا تبریک کنیم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز، همتون خوش آمدید درگاه خدا خالیم. با خدا خاله الهی صحت بدر ساخ سلامت گردید. سر بچه که تو حضور بچه که ببینید الهی فقط انا بخیر نیتتون نقش شود و ساق و سلامت گردید، نیتتون برسید. خدا خاله بخاطر تبریک نه Oi, Cemlon. Ellerimi روزای زود روزا کام کتی لای پیر بدالات شده کرده. سرا که ها فرزندان با چی نیتی دارن نیتا کتو مرسه. عمری دراز، رزق فراز. اما وقت برای شما گل دسته ها تیار شود. چی نیتی دارن نیتا کتو مرسه. یا سلام علیکم. من خالم ادا شعر میخونم. شعر نشستم دوست که من با بلبل و پروانه در یک جا، زیبه مهری و جانانه در یک جا، منم در گریه و ناله در حیران، زیبه مهری و جانانه در یک جا. اوی خالم هفتاد سالگی هاشون امروز تبریک میکنه. الهی 100 120 121 و درویان الهی همون روزو بابا مزه کدام نمیخین روزو نغز باشینه. خالا جان شما با رحمت 100 و درویی. رحمت. البته نوبت را گلشن خاله رقص بتیمه. من اینجا به نبیره ها تیار، مهمان ها تیار، پیش سالی نو خاندانات ما بعضم یک جای میرقصیم، خورسندی میکنیم. امروز شادیانه را دوام میکنیم. بار دیگر زاد رزتان مبارک. مرحبا.
عشقم دنیا اون زیده یاد تو هاشا داستو بی‌نویسم جای تو خدا کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب مشکل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب مشکل شبهای من رفتیدم که شروع از تو شکایت کردم دستش رو دونم دارم شب تو را میخوندم تو من والا بگفتی که بها میموندم جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من
مانا بیننده های عزیز، امروز مادر عزیز خاندان را جشن زادروزشان تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی پر از مهر
و آن سخنهای تبریکاتی فرزند عزیزشان که در مسافرت هستند و تمام نیتهای نکوی فرزندان را به مادر رساندیم، دلشان را شاد کردیم و خاطر رساندیم که ناگفته نماند دل کسی را شاد کردن و زیارت کعبه الله برابر است. از عهده کاری خود برآمدیم یا نه، این دست شما عزیزان و البته امروز روز خرسندی را نیز همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رحمت، سلامت باشید. شما تو رحمت. در جهان مثل مادر کسی نیست به دل نزدیک. مادری نورانیم، به تو حیات را جا کنم. مادری نورانیم، به تو جهان را جا کنم. زنده باش ای نور درگاه جنتی روی دنیا. زنده باش ای نور درگاه جنتی روی